دوست عزیز، اگر میخواهی که سطح ایمانت به شکل پایدار و دائمی تقویه شود و الله متعال شیرینی، حلاوت و حقیقت ایمان را نصیبت بکنه و ایمانت روزانه تقویه شده بره و روزانه ارتباطت با الله متعال قوی شده بره، پس این 4 دریچه را کنترل بکن. 4 دریچه که بالای قلبت اثرگذار است و قلب تو را ضربه میزنه. دریچه اول زبان است. از غیبت کردن خود را منع بکن و غیره گناهایی که مربوط به زبان میشه. دریچه دومی که است نظرت است، چشمایت است. از دیدن به نامحرم و غیره فیلم های مزخرف خود را خودداری بکن و چشمهایت را حفاظت بکن. دریچه سوم که از گوشایت است. از شنیدن موسیقی و غیره گپ های هرزه و گناه هایی که مربوط به گوشا میشه خود را خودداری بکن. دریچه چهارمی که از دماغ یا فکر است. از گناه های فکری خود را نجات بدی، مثل زنای فکری، بدگمانی ها و غیره گناه هایی که مربوط به فکر میشن. اگر تانستی که این 4 دریچه را کنترل بکنی که اثر مستقیم بالای قلب داره، روزانه ایمان تقویه میشه و الله متعال شیرینی و حلاوت ایمان را نصیبت میکنه و ایمان تو قدرت تولید میکنه. و اگر از این 4 دریچه یکیشم کنترل نتونستی، بازم نمیتونی که به این هدف برسی، چرا یک دریچه تمام دریچه های دیگر را آلوده میسازه. دوست عزیز، اگر این ویدیو خوشت آمد، ایره با دوستایت شریک بکن تا اینکه اردو هم ثواب برسه. السلام علیکم و رحمت الله.